در چند قدیم پارلمان دولت مالتا قرار دارد. این کشور سالانه میلیون ها توریست اینجا سرازیر میشن و از دیدنی ها و جاهای تاریخی کشور بازدید میکنن. صرف نظر از تمام دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی که در دنیا حاکم است، مردم مالتا با دل بزرگ و پیشواز حضور این مردم که معلوم نیست از کجا میان و بدرقه نشستن، عمدگی است که فضایی که اینا کوشش کردن که هم برای خود و هم برای مهمانای خود مهیا بسازن، فضای بی‌نهایت صلح، آرامش و فارغ از هر نوع تشویش امنیتی است. شما روزها چی که شبها به تماشای یک گوشه از شهر بشینید، کسی از شما پرسان نمیکنه که آقا شما کی هستین، چی میکنین، اسنادتان چی هستن. ما امیدوار هستم که یک روز نه تنها در مالتا بلکه در تمام کره زمین تمام نوع بشر نسبت به یکدیگر احترام قائل شوند و فضا را به خاطر همزیستی مسالمت بر یکدیگر مهیا بسازند با امید صلح جهانی.